توی یه شهر خیلی معمولی به اسم خوشاباد یه پسر کوچولوی خیلی معمولی به اسم مانی زندگی میکرد. مانی نه خیلی باهوش بود، نه خیلی قوی، نه خیلی خوشگل. فقط یه چیز خیلی خاص داشت. اون عاشق آدامس بود. مانی هر روز بعد از مدرسه میرفت به سوپرمارکت سر کوچه و یه بسته آدامس میخرید. آدامس نعنایی، آدامس توت فرنگی، آدامس موزی، آدامس هندونه‌ای، هر چی که فکرش رو بکنید. یه روز مانی داشت یه آدامس جدید میجوید، آدامس سفر جادویی. روی بستش نوشته بود با این آدامس به هر جایی که بخوای سفر کن. مانی اول فکر کرد که این فقط یه تبلیغ الکیه، ولی وقتی آدامس رو گذاشت توی دهنش یه چیز عجیب اتفاق افتاد. یه دفعه همه چیز دور سر مانی شروع کرد به چرخیدن. رنگ‌ها قاطی شدن، صداها بلند شدن و بعد یه دفعه مانی خودش رو توی یه سرزمین عجیب و غریب دید. همه چیز توی این سرزمین از آدامس درست شده بود. خونه ها از آدامس بادکنکی، درخت ها از آدامس نعنایی، رودخونه ها از آدامس توت فرنگی، حتی خود زمین هم مثل یه آدامس بزرگ و نرم بود. مانی اول خیلی ترسید، ولی بعد خیلی هیجان زده شد. اون توی سرزمین آدامس ها بود، یه جایی که همیشه آرزوش رو داشت. یه دفعه یه موجود کوچولو و بامزه رو دید که داشت به سمتش می اومد. اون موجود یه آدم کوچولو بود که بدنش از آدامس بادکنکی درست شده بود و 2 چشم گنده داشت که به مانی زل زده بودن. اون موجود گفت سلام، من آدامی هستم. خوش اومدی به سرزمین آدامس ها. تو اولین انسانی هستی که تا حالا به اینجا اومده. مانی گفت سلام آدامی، من مانی هستم. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. اینجا خیلی باحاله. آدامی گفت میدونم اینجا بهترین جای دنیاست، ولی یه مشکلی وجود داره. مانی پرسید چه مشکلی؟ آدمی گفت یه هیولای بدجنس به اسم آدامس خور به سرزمین ما حمله کرده. اون همه آدامس های خوشمزه رو میخوره و سرزمین ما رو نابود میکنه. مانی گفت آدامس خور؟ چه اسم ترسناکی. من باید بهتون کمک کنم. آدمی خیلی خوشحال و خندان شد و گفت واقعا تو میتونی به ما کمک کنی؟ مانی گفت البته که میتونم. من یه عالمه آدامس خوردم. میدونم چطوری با یه هیولای آدامس خور مقابله کنم. آدمی مانی رو به دهکده‌شون برد. دهکده آدامسی ها یه جای خیلی قشنگ بود. خونه ها رنگارنگ بودن و از آدامس های مختلف ساخته شده بودن. مردم دهکده هم همشون از آدامس درست شده بودن و خیلی مهربون و خوش برخورد بودن. وقتی مانی وارد دهکده شد همه دورش جمع شدن و شروع کردن به سوال پرسیدن. تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ تو میتونی به ما کمک کنی؟ مانی با حوصله به همه سوالا جواب داد و گفت که اومده تا بهشون کمک کنه.
یه دفعه یه دختر کوچولوی آدامسی اومد جلو و گفت من آدامیسا هستم، من بهترین تیرانداز دهکده‌ام. بعد یه پسر کوچولوی آدامسی اومد جلو و گفت من آدامیرات هستم، من بهترین دونده دهکده‌ام. آدامی گفت بچه‌ها، مانی اومده تا به ما کمک کنه، بیاین همگی با هم متحد بشیم و آدامسخور رو شکست بدیم. همه با خوشحالی فریاد زدن زنده باد مانی، زنده باد سرزمین آدامس ها. مانی احساس کرد دیگه تنها نیست. اون دوستای جدیدی پیدا کرده بود که بهش ایمان داشتن و حاضر بودن برای نجات سرزمینشون هر کاری بکنن. مانی، آدامی، آدامیسا و آدامیرات دور هم جمع شدن تا یه نقشه برای شکست آدامسخور بکشن. مانی گفت ما باید بدونیم آدامسخور چطوری کار میکنه. اون چی دوست داره بخوره، کجا زندگی میکنه، نقطه ضعفش چیه. آدامی گفت آدامسخور همه نوع آدامسی رو دوست داره، ولی بیشتر از همه آدامس‌های ترش و شیرین رو دوست داره. آدامس نعنایی رو هم دوست نداره. اون توی یه غار بزرگ توی کوهستان آدامسی زندگی میکنه، ولی هیچ کس نقطه ضعف واقعیش رو نمیدونه. آدامیسا گفت من شنیدم که آدامسخور از صدای بلند بدش میاد. شاید بتونیم با یه صدای بلند اون رو بترسونیم. آدامیرات گفت من میتونم خیلی سریع بدوم. شاید بتونم یه تله براش بذارم و اونو توی تله بندازم. مانی یکم فکر کرد، گفت من یه ایده دارم. ما میتونیم یه عالمه آدامس ترش و شیرین درست کنیم، اونو بذاریم جلوی غار آدامسخور. وقتی اون بیاد سراغ آدامس ها، آدامیسا با تیر و کمانش به سمتش تیراندازی کنه و آدامیرات هم با سرعتش یه تله دورش درست کنه. من هم با خودم یه بلنگو میارم و یه صدای خیلی بلند پخش میکنم تا اونو بترسونم. همه از این نقشه خوششون اومد و تصمیم گرفتن هرچه زودتر اون رو عملی کنن. آدامی، آدامیسا و آدامیرات شروع کردن به جمع‌آوری مواد اولیه برای ساختن آدامس‌های ترش و شیرین. آدامی رفت سراغ درخت‌های آدامس ترش و یه عالمه آدامس لیمویی و آدامس آلبالویی چید. آدامیسا رفت سراغ رودخونه‌های آدامس شیرین و یه عالمه آدامس توت فرنگی و آدامس موزی جمع کرد. آدامیرات هم رفت سراغ کوهستان آدامسی و یه عالمه آدامس یخچالی و آدامس نعنایی پیدا کرد. وقتی همه مواد اولیه آماده شد، آدامیسا یه دیگ بزرگ آورد و همه مواد رو با هم مخلوط کرد. بعد شروع کرد به هم زدن مواد با یه قاشق چوبی بزرگ. هم زدن مواد خیلی سخت بود، ولی آدامیسا خسته نشد و تا وقتی که یه خمیر آدامسی خوشمزه و رنگارنگ درست کرد به هم زدن ادامه داد. بعد از اینکه خمیر آدامسی آماده شد، آدامیسا اون رو به شکل‌های مختلف درآورد. شکل قلب، شکل ستاره، شکل ماه، شکل حیوونا. وقتی همه آدامس‌ها آماده شدن، بوی خوشمزه آدامس تو کل دهکده پخش شد و همه دهکده‌ای‌ها رو خوشحال کرد. مانی، آدامی، آدامیسا و آدامیرات با یه عالمه آدامس ترش و شیرین به سمت کوهستان آدامسی راه افتادن. وقتی رسیدن به غار آدامسخور،
دیدن که یه هیولای خیلی بزرگ و ترسناک جلوی غار ایستاده. هیولا بدنش از آدامس‌های مختلف درست شده بود و چشمای قرمزی داشت که بهشون زل زده بود. آدامسخور با یه صدای خشنی گفت: کی اینجاست؟ کی جرأت کرده مزاحم من بشه؟ مانی با شجاعت رفت جلو و گفت: ما اومدیم تا جلوی تو رو بگیریم. تو داری سرزمین آدامس‌ها رو نابود میکنی. آدامسخور خندید و گفت: شما نمیتونین جلوی من رو بگیرین. من قوی ترین هیولای این سرزمین هستم. مانی گفت: ما با هم متحدیم. با هم میتونیم تو رو شکست بدیم. مانی به آدامیسا و آدامیراد اشاره کرد و گفت: حمله! آدامیسا با تیر و کمونش به سمت آدامسخور تیراندازی کرد. تیرها به بدن آدامسخور برخورد کردند، ولی اون حتی تکون هم نخورد. آدامیراد با سرعتش دور آدامسخور یه تله درست کرد و دورش پیچید، ولی آدامسخور خیلی قوی بود و تونست تله رو پاره کنه و فرار کنه. مانی بلندگوش رو برداشت و یه صدای خیلی بلند پخش کرد. صدای بلند توی غار پیچید و آدامسخور یک کم ترسید. ولی آدامسخور همچنان به سمت مانی و دوستاش حمله میکرد. مانی فهمید که نقشه‌شون داره شکست میخوره. اون باید یه کار دیگه ای میکرد. مانی یه نگاه به دوستاش کرد. اونها با تمام وجودشون داشتن تلاش میکردن تا جلوی آدامسخور رو بگیرن، ولی هیولا خیلی قوی بود. مانی یه تصمیم سخت گرفت. اون باید خودش فداکاری میکرد تا دوستاش رو نجات بده. مانی یه بسته آدامس ترش و شیرین از توی کوله پشتیش برداشت و به سمت آدامسخور پرتاب کرد. آدامسخور با دیدن آدامس‌ها چشاش برق زد و به سمتشون هجوم برد. مانی از فرصت استفاده کرد و به سمت آدامسخور دوید. اون یه عالمه آدامس نعنایی توی دهنش گذاشت و شروع کرد به جویدن. آدامس نعنایی خیلی تند بود و دهن مانی رو سوزون، ولی مانی به جویدن ادامه داد. اون میدونست که باید یه کاری بکنه. وقتی آدامس نعنایی به اندازه کافی جویده شد، مانی دهنش رو باز کرد و یه نفس عمیق کشید. بعد با تمام قدرتش یه فوت بزرگ به سمت آدامسخور کرد. یه ابر بزرگ از بوی نعنایی به سمت آدامسخور رفت. آدامسخور از بوی نعنایی خیلی بدش اومد و شروع کرد به سرفه کردن. بوی نعنایی اونقدر قوی بود که آدامسخور دیگه نتونست تحمل کنه. اون شروع کرد به آب شدن و کم کم از بین رفت. وقتی آدامسخور کاملا از بین رفت، مانی روی زمین افتاد. اون خیلی خسته و ضعیف شده بود. آدامیسا و آدامیراد به سمت مانی دویدن و دورش جمع شدن. آدامی گفت: مانی، تو یه قهرمانی. تو ما رو نجات دادی. آدامیسا گفت: ما هیچ وقت فداکاری تو رو فراموش نمی کنیم. آدامیراد گفت: تو بهترین دوست ما هستی. مانی لبخند زد و گفت: من فقط یه کار کوچیک کردم. مهم اینه که سرزمین آدامس‌ها نجات پیدا کرد. بعد از اینکه آدامسخور شکست خورد، سرزمین آدامس‌ها دوباره زنده شد. درخت‌ها سبز شدن، رودخانه‌ها پر آب شدن، مردم دهکده دوباره خوشحال شدن. آدامیسا و آدامیراد از مانی تشکر کردند و بهش گفتن که همیشه به یادش خواهم بود.
مانی یه بسته آدامس سفر جادویی از توی جیبش در آورد و به آدمی داد. مانی گفت این آدامس به من کمک کرد تا به اینجا بیام. امیدوارم به شما هم کمک کنه تا به جاهای جدید سفر کنید. آدمی آدامس رو گرفت و گفت متشکرم مانی، ما همیشه به یاد تو خواهیم بود. مانی آدامس سفر جادویی رو توی دهنش گذاشت و دوباره همون اتفاق افتاد. همه چیز دور سرش شروع کرد به چرخیدن و بعد یه دفعه مانی توی اتاق خودش بود. مانی از جاش بلند شد و یه نگاه به اطرافش کرد. همه چیز مثل قبل بود. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. مانی یه لبخند زد و گفت شاید این یه خواب بود، ولی چه خواب باحالی. مانی رفت به سمت سوپرمارکت سر کوچه و یه بسته آدامس خرید، ولی این بار به جای آدامس سفر جادویی یه بسته آدامس معمولی خرید. مانی میدونست که دیگه نیازی به آدامس سفر جادویی نداره. اون یه ماجراجویی خیلی بزرگ رو تجربه کرده بود و دوستای جدیدی پیدا کرده بود. مانی دیگه اون پسر معمولی قبلی نبود. اون یه قهرمان بود، یه قهرمان آدامسی. سالها گذشت. مانی بزرگ شد. یه شغل خوب پیدا کرد. اون یه زندگی خیلی معمولی داشت، مثل همه آدم‌های دیگه. ولی یه راز توی قلب مانی پنهون بود. اون هیچ وقت ماجرای سفر به سرزمین آدامس‌ها رو فراموش نکرد. هر وقت که مانی آدامس می‌جوید به یاد دوستاش می‌افتاد. آدامی، آدامیسا، آدامیراد. اونها همیشه توی قلب مانی زنده بودن. یه روز مانی داشت توی خیابون راه میرفت که یه دفعه یه چیزی دید. یه نقاشی دیواری بزرگ روی یه دیوار. نقاشی یه سرزمین عجیب و غریب رو نشون میداد که همه چیزش از آدامس درست شده بود. مانی یکم جلوتر رفت و دید که زیر نقاشی یه نوشته کوچیک وجود داره. نوشته بود به یاد مانی، قهرمان سرزمین آدامس ها. مانی چشاش پر از اشک شد. اون فهمید که ماجرای سفر به سرزمین آدامس ها یه خواب نبوده. اون واقعا به اونجا رفته بود و دوستای جدید پیدا کرده بود. مانی یه لبخند زد و به سمت خونه رفت. اون میدونست که همیشه یه قهرمان خواهد بود، حتی اگه هیچ کس ندونه. امیدوارم از این قصه خوشت اومده باشه. الان با یه خیال راحت بخواب. شبت بخیر.